یکی دو روز پیش تو اینستاگرام این پیج رو دیدم که عکسای بامزه‌ای از موچی گذاشته. آدرسش رو که چک کردم دیدم همین اوریاد مالیه که تازه افتتاح شده. دیگه تصمیم گرفتم که برم و این موچی‌ها رو امتحان کنم. اوریاد مال 2 تا ورودی داره. یکی سمت رودخونه است. یه ورودی هم از سمت خیابون فدکه. اصلا من نباید از این طرف می اومدم. اینجا همین نزدیک رودخونه است ولی خب جای پارک راحت تر گیر میاد. اینجا ماشین رو پارک کردم. وارد که میشین فروشگاه رفاهه. از سمت چپ ادامه میدین. از این پله ها میریم بالا. در واقع اگه از ورودی فدک بیاین کنار پلای ورودی سمت چپ بوبا رو میبینین. ما 2 تا بابل تی، یکی اولانگ یکی کلاسیک سفارش دادیم با 2 تا موچی. خب سفارش ما اومد. بابل تی یکیش اولانگ یکی کلاسیک. اینا هم همون موچیای بامزه. بابل تی که قبلا خورده بودم گرد بودن اما این فرق میکرد. یه حالت مکعبی داشت و داخلش ترکیبی از چای و شیر و یه همچین چیزایی بود که در حالت کلی میتونم بگم طعم خوبی داشت. بریم که موچی رو امتحان کنیم. طرح اردک مغزش وانیلیه. یه سوسی هم داشت توش که مزه خیلی خوبی بهش داده. ظاهرا موچی رو از برنج درست میکنم. حالا من دقیقا چجوری درست میشه نمیدونم ولی خیلی مقویه و یه حس سیری خیلی کامل به آدم میده. این یکی هم مغز شکلاتی بود و بافت داخلش اینجوریه. این بود تجربه من از تست بابل تی و موچی تو بوبا. امیدوارم به دردتون بخوره.